من بابر میرزاجان آموزگار از ناحیه رشت. یک چند روز اینجانی ما از برنامه‌های شبکه‌های تلویزیون جمهوری تاجیکستان فیلم مستند را با نام خیانت را تماشا کرده در اهل عائله خود تحلیل نمودیم. حقیقتا همین فیلم چاپ شده بسیار با مورد است، چون که جوانان از حیات و فعالیت سابق حزب نصرت اسلام با خبر نیستند. ما کهنسالان میدونیم که سرکرده های این حزب فوندامنتالیست بوده، نسبت وطن یگان غمخوری ندارند. آنها خلقی به این هم عذاب کشته سال 92 تا 97 را خلق را بسیار عذاب میدادند، شکنجه میدادند و مجبوری فکر خود را در خلق میگذراندند. از آن جمله سرکرده آنها معیدین کبیری که حاضر در خارجه بودند و شهروند دولت آلمان میباشد و وی حقوق ندارد که نسبت تقدیر تاجیکستان عزیز سخن راند، چون که وی از اینجا گریزه شده رفته است. ما در شبکه‌های اجتماعی اینترنت برآمد کرده حرف‌های بسزا میگوید، لیکن وی حقوق ندارد، چون که در آبادی وطن یگان سهم خود را نگذاشته است. حیات وی با فند و فریب، با غارتگری، با دزدی، با وطن فروشی گذشته است. ما میدونیم که مبلغ‌های زیادی دولت‌های به ما معلوم را از خود کرده در نزد خواجگان خود مجبور است که نسبت دولت ما گپ‌های بر دروغ گوید. هم دولت ما 30 ساله می شود. البته دولت‌هایی که وی‌ها 1000 ساله هستند پیشرویش زیاد است. ما باوری داریم که بعد یک چند سالها که حاضر دیده هستیم آبادانی در تاجیکستان بسیار است، تاجیکستان به مقصد خود میرسد. ما وطن را آباد میکنیم و با گفته‌های این سرکرده وطن فروش باور نمیکنیم و جوانان را پیشنهاد میکنیم که هیچگاه فریبتر این سخنان نگردند، چون که برای آباد نمودن وطن مردم جان خود را نثار کردند.